اینجا لندن است، رادیوی BBC. ساعت 3:30 بامداد در لندن و 7 در تهران. به چشمانداز بامدادی 29 اسفند 1394 برابر با 19 ماه مارس 2016 از BBC در لندن خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. فرانسوا هولند رئیس جمهوری فرانسه گفته است که با وجود دستگیری صلاح عبدالسلام از مظنونان اصلی حملات مرگبار 4 ماه پیش در پاریس، شبکه‌های تروریستی همچنان در اروپا فعال هستند. از تازه‌ترین تحولات در این رابطه خواهیم شنید. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 در ایران میگوید دولت را مکلف کرده از ابتدای تصویب قانون بودجه 95 یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد جامعه را قطع کند. گفتگویی هم داریم در این باره و از رزمایش مشترک روسیه و تاجیکستان در مرز افغانستان هم خواهیم گفت. پیش از اینها خبرهای جهان را بشنوید از پناه فرهاد بهمن. سلام، صبح آخرین روز 94تون بخیر. بر اساس گزارش‌ها از روسیه ساعتی پیش یک هواپیمای مسافربری با حدود 60 سرنشین در شهر رستف اندون در جنوب این کشور سقوط کرد. گفته شده این هواپیما از دبی برخاسته بوده و هنگامی که قصد فرود در فرودگاه مقصد را داشته دچار سانحه شده. هنوز گزارشی در مورد شمار قربانیان منتشر نشده و معلوم نیست علت سقوط چه بوده. فرانسوا هولند رئیس جمهوری فرانسه ساعتی بعد از انتشار خبر دستگیری صلاح عبدالسلام در بروکسل پایتخت بلژیک خواهان استرداد هرچه سریعتر این مظنون حملات پاریس به فرانسه شد. او هشدار داده که با وجود این دستگیری‌ها کماکان شبکه‌های تروریستی در اروپا در حال فعالیت‌اند. دیروز پلیس بلژیک در یک درگیری خونین توانست پس از زخمی کردن صلاح عبدالسلام او و چند نفر دیگر را دستگیر کند. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه در زمینه بحران پناهجویان به یک توافق رسیدند. هدف از این توافق جلوگیری از حرکت گسترده پناهجویان به سمت اروپا است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته که اعضای اتحادیه اروپا متفق القول این توافق را قبول دارند. به گفته منابع اروپایی بنابر این توافق از نیمه شب یک شنبه پناهجویانی که خود را به یونان میرسانند در صورتی که تقاضای پناهندگیشان رد شود به ترکیه بازگردانده میشوند. در مقابل کشورهای اروپایی هزاران نفر از پناهجویان سوری را که در ترکیه هستند میپذیرند. همچنین کمک‌های مالی به ترکیه خواهد شد و مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا تسریع میشود. با این حال بعضی از امتیازهای اولیه که قرار بود به ترکیه داده شود کاهش یافته و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در این کشور انتقاد کردند. و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برای نخستین بار یک زن را به عنوان رئیس عملیات نظامی خود برگزیده. دیروز اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا طی مراسمی ژنرال لری رابینسون را به عنوان فرمانده عملیاتی مناطق شمالی معرفی کرد. این پست ارشد نظامی در ارتش آمریکا مسئولیت فرماندهی تمام امور عملیاتی در شمال قاره آمریکا را بر عهده دارد، جایی که واشنگتن با مهمترین رقیب تسلیحاتی خود یعنی روسیه هم مرز است. مقامی که خانم رابینسون به عنوان اولین زن در ارتش آمریکا بر عهده گرفته به علت حساسیت باید برای تصویب نهایی در سنای آمریکا طرح و بررسی شود. صبح آخرین روز شنبه و همینطور آخرین روزتون در سال 1394 بخیر. به چشمانداز بامدادی خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و همراه با پناه فرهاد بهمن تهیه کننده برنامه در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود.
برنامه را با مطلبی بین‌المللی آغاز می‌کنیم. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه در زمینه بحران پناهجویان به یک توافق رسیدند. هدف از این توافق جلوگیری از حرکت گسترده پناهجویان به سمت اروپا است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است که اعضای اتحادیه اروپا متفق القول این توافق را قبول دارند. به گفته منابع اروپایی، بنابراین توافق از نیمه شب یک شنبه پناهجویانی که خود را به یونان میرسانند در صورتی که تقاضایشان برای پناهندگی رد شود به ترکیه بازگردانده میشوند. در مقابل کشورهای اروپایی هزاران نفر از پناهجویان سوری را که در ترکیه هستند میپذیرند. همزمان در خبری دیگر در بلژیک، پلیس بلژیک تایید کرده است که صلاح عبدالسلام از مظنونان دست داشتن در حملات مرگبار پاریس در حملات پلیس دستگیر شده است. 130 نفر در حملاتی که در پاریس صورت گرفت کشته شدند. برای دریافت جزئیات بیشتر درباره هر دو خبر با همکارم خشایار جنیدی که در بروکسل پایتخت بلژیک است در تماس هستیم. خشایار صبحت بخیر، خوش آمدی به برنامه. بگو که از تازه ترین خبرها در مورد دستگیری صلاح عبدالسلام با این خبرها شروع بکنیم. تازه ترین واکنش ها چی بوده و در مورد